یه پیام مخفی توی باب سنجی وجود داره. توی یه قسمتی که باب سنجی و پاتریک به شکل انسان‌های اولیه یا ناندرتال در میان، بعد خیلی گشنشون میشه. از گرسنگی پاتریک برمیداره چوبو میخوره و باب سنجی همون لحظه است که چوب از دهن پاتریک میکشه بیرون و میگه احمق، چرا چوب میخوری؟ بیا خرچنگ بخور. و همونجاست که یه خرچنگ میگیره و میده به پاتریک که بخوره. پاتریک خرچنگ رو میگیره و میپزه و میخوره. همون لحظه است که یک ریاکشن خیلی خیلی جالب از خودش نشون میده. پاتریک بعد از اون میره دنبال خرچنگ ها و باز خرچنگ میپزه. همون لحظه باب اسفنجی میاد و چوب رو میزنه داخل ماسه ها و شکل همبرگر در میاره. و داخل یه پارت دیگه از یه قسمت دیگه باب اسفنجی میره دنبال آقای خرچنگ و میبینه که آقای خرچنگ به شکل یک همبرگر در اومده و این یه مهر تایید به این تئوری که میگه آقای خرچنگ رستورانش از گوشت خرچنگی استفاده میکنه. من محمد نظریانم و محتوای جذاب میسازم. امیدوارم که خوشتون اومد.